تمکین مهراب‌الدین دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است. این شب و روز دوستانش در افغانستان با هوس به او می‌نگرند، چون تمکین از امکان برخوردار است که دختران در افغانستان از آن محروم شدند. تمکین خبری از تحصیل محروم شدن دختران افغان را با درد قبول کرده است. من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستند. همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستند. هر کدام اونا همو آرزوهایی را که من دارم امروز دارن. هر کدام اونا همو موفقیت هایی را که من میخوایم فردا به دست بیارم اونا میخواین به دست بیارن. من فکر کردم که خودم از تحصیل محروم شدم. عربستان کشور اسلامی است درس میخوانه، خود پاکستان اسلامی است درس میخوانه، سوریه درس میخوانه، تمام کشورها، ایران درس میخوانه. خبری منع دختران افغان از تحصیل دانشگاه مهاجران افغان مقیم تاجیکستان را بهت زده کرده است. اکثر آنها یک نظر دارند که آینده افغانستان را بدون زنان تصور کردن ناممکن است. از طالب میگم طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه خانمت کی دوا میکنه؟ بانن که فرزندای افغانستان درس بخوانن، بانن که دروازه امید فامیلا باز باشه، بانن که دخترها هم حق تحصیل دارن، حق کار دارن، حق خواندن درس دارن. وزارت معارف طالبان هفته گذشته از مکتب‌های عالی افغانستان خواست تا تصمیم بعدی دختران را به درس‌ها راه ندهند. همچنین این گروه حاکم در افغانستان فعالیت زنان را در تشکیلات‌های غیر دولتی هم منع کرد. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تحصیل دختران از صنف 6 به بالا و کار زنان در اداره‌های دولتی هم منع شده بود. این تصمیم‌های طالبان به خصوص منع دانشجو دختران افغان از تحصیل انتقاد زیاد را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد، اما پاسخ طالبان به معترضان چنین بود. آبپاش دادن طالبان به روی همه معترضین، این از ترسشان هست. نمایندگان طالبان تا حال پررنگ نگفتند که هدفشان از جاری کردن محدودیت‌های پیهم برای زنان و دختران چیست. برخی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان بر این نظرند که طالبان از زنان به عنوان وسیله رسیدن به هدفهایشان استفاده می‌کنند، به خصوص اینکه با گذشت 1.5 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. موضوع بسیار متاثر کننده امی است که آنها فقط نقطه ضعف خود خانم‌ها را قرار میدن. یعنی جامعه جهانی هم یگانه حمایتشان از حقوق خانم‌ها میباشه، یعنی اونا کوشش دارن که خانم‌ها تحصیل کنن، خانم‌ها پیشرفت کنن، ولی طالبان برعکس میخواد که خواستهای خود بالای آنها بقبولانن. متاسفانه که نمیتونن. ای برادر، ای رفیق دوست. برخی مهاجران افغانستانی از دوری صدها کیلومتر برای وطنشان می‌گریند و می‌سرایند. جنگ نسود منونی توست. من همیشه کوشش میکنم صدای رسا و بلند هموطنانم باشم، یا درد و رنج و غصه هایی را که اینا در دلشان حبس کردن بتونم حداقل توسط حنجریم فریاد بزنم. با وجود محدودیت‌های سخت طالبان بالای زنان افغانستان، امیدها هنوز باقی است. گفتم برای چه شما امید خود را از دست ندین. این آغاز است. ما باید اگر در آغاز این قدر ضعیف باشیم، پس نمیتونیم که یک ختم با اراده داشته باشیم. گفتم که اراده خود قوی کنین برای یک آینده خوب. با سرنگونی طالبان از قدرت در سال 2001، حضور زنان در جامعه مدنی افغانستان خیلی گسترده شد. در این کشور ده‌ها وکیل و وزیر زن کار میکرد، اما با آمدن طالبان به قدرت همه چی برعکس شد و زنان از صحنه سیاسی و مدنی تقریباً بیرون انداخته شدند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.